جایگاه یک رسانه رسمی صحبت بکنیم. این که حالا چه ضعفایی داره چه قوتایی جای خودش باید بحث بشه. بعد بفهمیم چرا این همه بهش حمله میشه. رسانه ملی به دلیل اینکه حاکمیتی حسابش میکنن دشمن زیاد داره. چه دشمن خارجی، دشمن داخلی. دشمن داخلی اونایی که رسانه ملی تعبیرشون نمیگیره یا مثلا با منافعشون با اون حرفاشون در تضاد. دشمن خارجی هم که اعلام مشاهده. ببین الان موقعیتی که نظام جمهوری اسلامی در مقابل اپوزیسیونیش داره یه موقعیت منحصر به فرد. یک دفعه تلویزیون رسانه ملی روبرو شده بود با تهی شدن کل اون سلبریتیایی که داشت. همین آدمایی که الان می‌بینی شاخشونه میکشن اینا از همین صدقه سر تلویزیون جمهوری اسلامی اومدن. کجا بودن اینا؟ چه بازیگرش چه برنامه سازش. اون بازیگری که میاد تو جشنواره فجر میگه من 40 سال منو متوقف کردم، تو کجا بودی اصلا؟ یعنی تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی از یک شرایط صفر شروع کرد. ببین اینجاست که من میگم یک اتفاقی افتاده. میگم قبلا اتفاقات زیرزمینی با چراغ برمی داشتی، دقت میگه اهل نظر بودی، همه اینا رو میدونستی، کشف میکردی. اما ما میرسیم به فیلم هایی که شما میگی با موبایل ساخته شده، حالا اونا حرجی نیست، نمیشه شناسایی. نه با دوربینم من میگم که اینه آخه فیلمی که رفته توی مقصودم اینه که جشنواره زیرزمینی سینمای زیرزمینی الان میتونه خیلی وسعت وجود داشته باشه. ما از این طرف میگم پیشرفتم کرده، یعنی تو ارکان رسمی پیشرفت کرده که میتونه کار آقای رسولوف تو نقاط مختلف شهر نه به صورت دوربین پنهان که کاملا کاشته و مشخص که همیشه وجود داشته. دومیش بره توی دهی که اگر شما یه غریبه وارد دههای ایران بشه همه سوال میکنن این مثلا عموزاده کیه، خواهرزاده کیه، بالاخره پیدا میکنه اهل ده که این فامیل کیه. رفته توی دهی فیلم برداری کرده، یه عمارت تاریخی رو، یه بنای تاریخی سقفشو آورده پایین، هیچ کس نرفته سوال بکنه که آقا تو کی، کجایی، از کجا اومدی. سریال تهران مگه نیومدن توی تهران فیلم برداری کردن؟ ما رفته بودیم برای همین تمدن آسمانی تو جرجان قدیم که به اصطلاح اون پاسگاه ما سرخت نه اون یارو فاضلاب و آبش فیلم برداری کنیم، پر فضولات گوسفند، پشگل و تاپالگاوی اینا بود. تا شروع کردیم یکی اومد آقا مجوزتون. گفتم مرد حساب اینجا پر پشگل و تاپالگاوی، مجوزی چه؟ اونا مجوز داشتن. واقعا همینجوره. یعنی ما رفته بودیم از آقای دکتر گلشنی دانشگاه صنعتی شریف، رئیس گروه فلسفه علم بود، گفت آقا یه وقت از اینجا بیرون نرید، اینجا میگیرنتون فلان اینا. بعد رفتیم دانشگاه قاضی آنکارا که 7 برابر این دانشگاه، آقا سرمون زیر انداختیم، یه جا داشتیم میرفتیم دو تا از این حراستیاشون دارن میان، گفتن آخ اومدن دوربین ما رو گرفتن. نه رفتیم مثلا برای خودمون. یعنی این ماجرا که شما میفرمایید اینجاست اون نقطه آره دیگه مورد سوال. به آقای رسولوف قبلا هم چنین فیلمی ساخته که کاملا مثلا تو حوزه ضد امنیتی تو لول بالا اصلا هی حکمش میدن، هی حکمش میدن، قبلش هم داده بودن. خب این حکم چیه؟ آقا تو به پناهی مگه حکم ندادی 20 سال فیلم نسازه؟ تو اگه الان مثلا بگی آقا این خونه تخلیه بشه اگه نکنم که میای حکم میگیری، پاسبون میاری، همه اون اسباب اساسی منو بیرون میریزی. مگه نگفتی پناهی نباید 20 سال بسازه؟ حالا من مخالف بودم با این حکم، تو گفتی دیگه. آقا نظارت کردی این فیلم نساخت؟ این که خیلی بیشتر از اون دورانی که فیلم آزاد ساخت و فرستاد جشنواره دیگه و جایزه گرفت. نیومدی بگی خرید به چند من؟ چرا تو من حکم دادم تو حکم به هیچ انگاشتی؟ خب اینجوری ضایع کردن خود حکم نیست؟ آین چه کاریه؟ این چه کاریه ما کردیت میدیم به این چه کاریه؟ همون قضیه که من دنبالشم پایی میگم شما سالها براش قلم زدی. این که آقا جریان خیلی نه بعضیا آخه ما اینا نمادهای این جریانن. آره ببین ما بعضیا از روی ناآگاهی بسیار زیاد، ما تو شورای پروانه ساخت این فیلم برادران لیلا یه حکمی دیدیم براش اومد که طرف باید بره دانشگاه صدا و سیما توی قم تحصیل کنه. بعد کسی این حکم رو داده بود که گفتن این خواسته به اهالی سینما احترام بذاره. گفتیم بابا لااقل یه مشورت بکنه. آخه این من اگر جای اون رئیس دانشکده صدا و سیمای قم بودم شکایت می‌کردم. شکایت کرد، توهین به دانشجویان. بابا چه حکمی؟ یا برو کتاب مثلا عدل الهی متحری بنویس یا بخون. آخه اینا چه حکمایه؟ آقا یه 2 تا مشورت بگیرید از اهالی سینما.
بعضی موقع انگار خراب کردن یه مسیریه که میخواد مثلا یک واکنش نشون بده، یه کاری کنیم که تا 10 سال دیگه هیچ قاضی زیر بار پرداختن به پرونده‌های سینمایی نره. کاری اینقدر دیگه که کاری نداره. شما 2 تا مشاور گرفتن آخه کاری داره. بعد شما الان این جریان سینمای زیرزمینی واقعا یک تبلیغ الکی، یعنی واقعا نیست. حالا اینکه شما میگی اینها رو میبینیم تک و توکه، یعنی شما تو این 2-3 سال اخیر واقعا تک و توکه. بالاخره ما قبول کنیم بر اساس تحقیق و مطالعه از رفتار رقیب که سینما یک هنر صنعت راهبردی و استراتژیکه، یا قبول نکنیم. بله. آقا اگه قبول میکنیم که باید رفتار ما در سازمان سینمایی رفتار راهبردی سال‌هاست می‌خوایم استراتژیک صنعت بشه. سال‌ها می‌خوایم این هنر رو صنعت بشه. شوخیه کلا که خود ما میدونیم شوخیه. اما اینکه شما مثلا یه نهاد استراتژیک اولین، شاید مهمترین، نگیم اولین، مهمترین در واقع زیر مجموعه رصدگریه که ببینید داره چه اتفاق میفته تو شناخت سرزمینی و رصدگری. ببینید کی داره چی کار میکنه. که من خاطرمه هر وقت واکنشی نسبت به فیلم ضد ایرانی در دنیا رخ داده، این کشف مسئولان محترم نبوده. بله. کشف افرادی مثل ما رسانه‌ای‌ها بوده که روزنامه به صورت تصادفی یا با رویکرد دائمی رصد کردیم و فیلمی رو از فیلم 300 بگیریم که به اون حماقت داره مسکه میکنه، اما داره یه سندی برای آینده تاریخ میسازه که بعداً ما خودمون بهش به اشتباه مراجعه خواهیم کرد. شکی نیست اونا کارشون رو بر اساس یک پروتکلی انجام میدن. تا همین اخیراً مثل برادران رلیا که داخلی بود، اون عنکبوت مقدس که بعداً فهمیدیم میتونسته بیا تو ایران مجوز بگیره. حالا چه اتفاق. یعنی انقدر که این بازی آشفته و روح هست که و دائم داره بهش اعتبار داده میشه بر اساس سیستم‌های خب دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش یه سری ساختارهایی که دیگه الان کارکرد ندارن. یعنی مثلا الان فرض کنید همین سر شورای پروانه ساخت که خیلی بحث شده اینها، خب این شورای پروانه ساخت خب 3 سال توش بودین دیگه، مثلا بوده 400 تا. یعنی موضوع اول شورای پروانه ساخت نیست، چون اینو من بارها گفتم، ما 400 تا فیلمنامه حدود خوندیم، یعنی 400 تا فیلمنامه حدود 5-6 تاش فیلمنامه بودن، باقی اصلا فیلمنامه نبودن به لحاظ فیلمنامه‌ای. یعنی تعداد زیادیشون اغلاط املایی و امشایی فراوون داشتن. حالا خود اصلا روند فیلمنامه، فراز و نشیب، شخصیت، نمیدونم کاراکتر، شروع و پایان اینا اصلا هیچ تناقضاتی که از شورا در می اومد، حالا واقعا خودتون به عنوان اعضا ترک نمیخورید. یعنی چیزی بعدش که شما مجوز نمیدادید آره ساخته این نمیشد. مسئله است. چیزی که مجوز خب میدادید ساخته این نمیشد. چی بود؟ این چی بود که آخه چه شورای پروانه ساختیه که به قول شما مجوز میده ساخته نمیشه، مجوز نمیده ساخته میشه، یا شورای پروانه نمایش. خب آقا چه کاریه؟ چرا این باید وجود داشته باشه؟ آقا شما اگر کمپانیای استاندارد تو مملکت وجود داشته باشه دیگه نیازی به اینها نیست که. یعنی هم اون بیسوادیه، چون الان ما مهمترین معضلمون واقعا این شورا نیست، مهمترین معضلمون بیسوادیه، هم تو حوزه فیلم تولید هم تو حوزه مدیریت. یعنی واقعا اگر این کمپانی‌های استاندارد بیا ساخته بشه، حالا مثل مطبوعات نیم بند داریم دیگه برای هر شمارهش که مطبوعات نمیان امتیاز بگیره دیگه. اینه که این ماجرا اگر این ساختارهای درب داغون یک مقدار حذف بشه و کمپانی‌ها بیاد جاش. ببین الان مثلا ما خود صنفمون که شما اشاره کردی، خود صنف جوکه توی این مملکت دیگه. ببین همه صنوف فرهنگی بدون تعارف اصلا ممکنه دلخور باشن، اما خانه تئاتر که وضعیتش بهتره به لحاظ اجرایی هم. به من یک سوال برام مونده که در کدوم صنف و سندیکا در دنیا کارفرما رئیس صنف؟ اصلا خیلی پدیده است. این هم پدیده است. کلان خانه سینما مثلا اتحادیه کنندگان اونجا نقش موثری داره، هم تو صنوف مثلا تو منتقدان صاحب امتیاز هم. ما تو انجمن منتقدان مثلا سردبیر و مدیر مسئول اینا، خب این دیگه نمیتونه برسه به درخواست حقوق اون بنده خدای خبرنگار. یا الان همیشه توی مدیریت خانه سینما تهیه کنندگان اینا، خب اون بنده خداها چیکار؟ این چه صنفیه؟ و صنف دولت شکل گرفته، یعنی از زمان مرحوم سیف‌الله داد صنفی که دولت شکلش داد و پول میداد دولت. یعنی اینا خود آقای عسکرپور زمان جعفری جلوه اومد گفت که اگر پولی که به ما نمیداد جعفری جلوه، خانه سینما خوابیده بود. یعنی پول حقوق حتی این کارمنداشو دولت داشت. اون چه صنفیه؟ اصلا صنفه. بعد این همه ادعا دارن میکنن. حالا برای اینکه خیلی درگیر جزئیات نشیم، من
نه یعنی فصل من دیگه. منظورم بله این بود بله. که از درون این ساختارهای حالا من نابه به همون قدرت جریان نفوذ، یعنی عملکردش تو تولید که میشه این که ضد جریان سینمایی، حتی جشنواره فیلم فجر رو که به لحاظ موضوعی یه جشنواره راهبردی حاکمیتیه رو خودتون در جریان سالها تلاش میکنن که اینو از این محتوا تهی کنن و رو صحنه جشنواره فیلم فجر اتفاقی که میفته شگفت انگیزه. فیلم‌های ضد مقاومت شهریه در موشکباران تهران جایزه میگیرن ضد اون فرهنگه، مثل بوم یک عاشقانه یا ناگهان درخت، اینو جایزه میگیرن. و فیلم‌های انقلابی مطرودن در جشنواره فیلم فجر، مثل ماجرای نیمروز 1، ماجرای نیمروز 2. همون اتفاقی که برای سینماگران داخلی و جهانی شما اشاره کردید، تا وقتی فیلمی برای اونا نسازن اعتبار پیدا نمی‌کنه، برای فیلمساز این فیلم‌ها اتفاق افتاد. تا وقتی فیلم‌های از این دست میساخت هیچ جشنواره فجر بهش جایزه و توجهی، حتی تو عوامل تولید، اون عواملی که شاید کم بهره‌اند از تبلیغات یا برد رسانه‌ای، یه جایزه هایی همینطوری یکی دوتا بهشون دادن. اما وقتی فیلم جریان مقابل رو میسازه تو جشنواره فیلم فجر اعتبار پیدا میکنه، بر صدر میشینه. ببین خیلی حیرت آوره، مگه میشه این تناقضات به این آشکاری؟ یا ما مدیری داریم که هر جا نشسته بحران درست کرد، نشسته رو جشنواره فجر جوایز تخصصی حذف کرد و یک بحرانی در زمانی که بحران نبود این آقا بحران درست کرد. شورای پروانه نمایش بعد میاد خانه سینما میشینه همون بحران، میره در خانه هنرمندان میشینه همون بحران، میره در مثلا فرهنگ هنری شهرده و بازم این داره کار میکنه. حالا ما اینجا که اصلا چیز داریم، این اصل بقای مدیر که اصلا تو جمهوری اسلامی هست دیگه، که مدیر خلق نمیشه بلکه از این پست به اون پست میره. آخه مدیرای خوبکار و خوشفکر و کمن دیگه، خادم این بلا معمولا مدیری که از گردونه خارج میشن، معمولا مدیرایی که خیلی اشتباه کاری میکنن سری میرن سری از این خلق میشن میرن سری مدیرای دیگه. یعنی الان مخصوصا تو سینمای ما، تو فرهنگ ما، مدیرا یه عده میرن رو نیمکت باز داره میان تو. یعنی شما کسایی که مدیر میبینی نمیبینی کسی که سالی مدیر نباشه، حالا یه جای دیگه ای بوده. ولی این ماجرای چیز، این ما تو شورای پروانه نمایش هم دعوا داشتیم سر اینکه چه فیلمایی تو جشنواره فجر باشه. ما میگفتیم آقا جان جشنواره فیلم فجر یک جشنواره موضوعیه، موضوع داره. آقا اسم فجر، آقا بگید جشنواره فیلم تهران، جشنواره فیلم موضوع داره، مثل کودکان، مثل جشنواره فیلم مثلا هارول. نمیتونید چیزی که با فجر انقلاب مماس نیست توش بگذارید. این نقض قرضه. میگفتن نه ملیه. آقا ملی یعنی چی؟ ملی یعنی چی؟ به قول یک بار مقام معظم رهبری فرموده بودم، میگه آقا تا ما ملی میگیم ملی میرن سر چهارشنبه سوری مثلا. ملی یعنی چی؟ هویت ما با چی تعریف میشه؟ هویت ما بخش اعظمش اسلام و انقلاب اسلامی. مثلا دینداری به صورت عام، حالا پیش از اسلام ادیان و جریان‌های فکری، بعد از اسلام که اسلام طرف میبینی حتی حجاب نداره، این نظر و نیازش و عاشوراش ترک نمیشه. هویت ما اینه دیگه. نمیتونی بگی ملی یعنی چی؟ ملی یعنی ضد اسلامی؟ این چه حرفیه؟ آقا باز همونجا هم یه پایلوتی مثل جشن سینمای ایران، جشن خانه سینما، خاطرتونه که برعکس بود. یعنی شما توی جشنواره فیلم فجر تلاش میشد که راهبردی نباشد، اونجا تخصصی بشه. اینجا که تخصصی بود تلاش میشد که به شدت سیاسی و آراء خاصه صادر بشه که حالا ما راجع به فیلم‌هایی که می‌خواست بره تو اینجا بحث بود تو شورای نمایش، اونا میگفتن نه ملیه، که ما همش بحث و جدل داشتیم. حتی یکی دو بار سر کمیته انتخاب گفتم من اصلا نظرم راجع به این ماجرا این نیست. یعنی جشنواره فیلم فجر باید برگرده اون اصالتش، تعریفی که داره. اگه نمیخواد اسمو بردارید بکنین جشنواره تهران یا جشنواره هر جا. یکی مثلا بعدم کیا میشن داورش، کیا دبیراشن؟ کسایی که همین نگاه رو دارن. خب طبیعیه که فیلم ماجرای نیمروز مثلا نیاد اونجا، یا فیلم چه، یا فیلم نمیدونم اصلا خاطرتون باشه بسیاری از داورای اون دوره ساکنین کانادا بودن، یعنی یا اونجا زندگی داشتن یا اونجا زندگی تابعیتی بودن و کانادا مقر یک جریان منافقین اونجا دستشون بازه که اتفاقات، یعنی طرف از جونش میترسید که بخواد. حالا اون هیچ منافقین نه. سر فیلم اون چی بود مهدویان ساخته بود که میرفتن دبی، چیز لاتاری. سر اون فیلم که جایزه نگرفت، یکی از اعضای هیئت داوران، حالا اسمشو نمیخوام بگم، اومد گفتن چرا جایزه نگرفت؟ گفت که موضوعشو نپسندیدیم. اصلا
کار تو نیست موضوع بپسندی. هیئت انتخابه. هیئت انتخاب باید موضوع بپسنده یا نپسنده. تو اشتباه گرفتی، یعنی تو تعریف داوری هم بلد نیستی. تو باید ببینی که آیا این فیلم تونسته حرفشو بزنه یا نزنه، ساختارش خوبه یا خوب. بعد به هیچ چیز جایزه نده. ای بابا، این مال دوره‌ای بود که آقای مهدویان داشت اینجور فیلم‌ها رو می‌ساختی. خب این بخوای نره شیشلیک بسازه، شیشلیک ساخت، بخوای نره این کارو بکنه. یعنی حتی داورای ما هم نمیدونن کیان. یعنی مثلا اگه ازش بپرسی داوری باید چیکار کنه نمیدونه. تو صنفی رئیس صنفی نمیدونم. از آقا سعید من میگم اینا خیلی تصادفی نیست که مثلا شما جایگاه داوری رو بیاری به سلیقه بچسبونی. آقا هر داوری ممکنه یه تیم دیگه باشه، یه رأی دیگه. این غلط فاحشیه، در حالی که داور بر اساس دانش تخصصی خودش داوری میکنه، نه بر اساس سلیقه‌اش. اگه به سلیقه برسه که دیگه داوری رخ نمیده دیگه، شما اون حقوق یا شرط داوری ازت زایل میشه. خیلی روشنه. و اما مثل همین قضیه کمپانی اینا، مثل قضیه صنف، چه کسانی چه جریانی بدو رفت تو دورانی فضا باز شده بود تا صنف‌ها به صورت اتحادیه تشکیل بشن، یه صنف فیک درست کرد. چه کسانی که خودشون تجربه بین‌المللی دارن و میدونن اهمیت کمپانی چیه، تو هزینه تولید چه اثری داره، تو صرفه‌جویی، تو مدیریت محتوا، مدیریت کیفیت، فقط در کمپانی رخ میده. در این زیرپله‌های تهیه کننده‌های داخلی ایرانی که رخ نمیده، امکانش نداره. چون کمپانی بیاد، چه کسانی نمیذارن کمپانی؟ ببین یکی از اینا همونه که نمیذارن مثلا فیلم خارجی اکرام بشه، چون کمپانی بیاد دیگه تهیه کننده دوزاری جاش نیست. آره دیگه، تهیه کننده‌ای که مثلا رادیو فروشی داره، تهیه کننده‌ای که با احترام به همه چوب‌هانا گوسفندچرون بود، تهیه کننده‌ای که هتل میسازه، تهیه کننده‌ای که باربری داره، کبابی داریم. آره دیگه. خب برای چی؟ خب اگه کمپانی بیاد تو اونجا کاره نیستی. بازم من میگم این آیا برآیند سازمان‌های غیر رسمی که سوار شده رو سازمان رسمی ما، ببین همه این چیزایی که داریم میگیم، اتفاقات ناپیدای پاتوقی و مثلا محولی و پارتی و جریان اتفاقا، اینا کاملا به صورت جریانی مستقر شدن و مستولی شدن بر ساختار سازمان سینمایی یا همه جای دیگه. قبل از انقلاب ما کمپانی داشتیم، مثلا استودیو میثاقی کمپانی استاندارد بود، یا مثلا حتی حالا در مسیر کمپانی شدن. آره یه بهای نه بود، همین فارابی 2 که شما میره هم لابراتوار سیاه‌سفید داشت، هم لابراتوار رنگی. پلاتو داشت، اتاقای تدوین که اتاقای تدوینش دارن استفاده میکنن. اصلا استودیو بزرگ داشت، کامل بود. یعنی یه استودیو بود که کاملا میثاقی بهایی بود، خودش هم در جهت اهداف خودش. یعنی ما اون زمان کمپانی داشتیم و این کمپانی‌ها هدایت میشد توسط مثلا دربار، توسط جریان فراماسونری، توسط آدمای مثلا فرض کن هندی بودن، هندوجاها مثلا فیلمز رو درست کرده بودن، یا به اصطلاح اینا که از سینما همایی رو داشتن استودیو عصر طلایی رو درست کرده بودن، یا غالبا هم ارتباطات جریانی داشتن، همه جریان بهایی بودن یا به همه جریان فارسیان هند وصل بودن که اونا یعنی نمیتونی توشون پیدا کنی که یعنی کمپانی بود، مستقل نداشتیم ما کمپانی مستقل. بعد انقلاب خب اینا اصلا پاشید یه سری دفتر اومد، دفترهای دلالی که اصلا هیچ ربطی به کمپانی نداشتن. تا وقتی که هنوز این دوربینا نیومده بود میرفتن زنبیل میذاشتن که مثلا دوربین فارابی رو بگیرن، یا اون کرین فارابی رو بگیرن، یا بومش رو بگیرن. آره دیگه، یعنی اینجوری. حالا یه مقدار چیز شده که حالا بازم دفتر دلالیه. بعد همچنان اون صاحبانش اصلا نمیدونن سینما رو با کدوم سین مینویسن، چرا کباب میدن و فلان میدن و اینا. این هست و یک جریان اینا رو تقویت میکنه، جریانی که شاید خود اینا ندونن. یعنی ممکن ندونن که چه جریانی داره این رو دامن میزنه که این نوع کمپانی‌های استاندارد به وجود نیاد. چون این کمپانی استاندارد به وجود بیاد، به این وقتی که من مثالش میزنم، وقتی که اون مدارس علمی رفت، دانشگاه به وجود آوردن، دانشگاهی به وجود آوردن که عرض کردم دیگه از توش فارابی بیرون نیاد، یک جور ربات بیرون بیاد. اون چیزی که ما میگیم الان دانشکده صدا و سیما، دانشکده سینما رو نگاه کن. من از فلان فیلمساز میپرسم که پرسیدم چرا آقا تو فیلمت اینطوریه، چرا اینجوری که نکردون؟ میگه آقا مگه ما غیر از 36 وضعیت نمایشی داریم؟ میگم بابا خدا خیرت بده، اون کسی که اومد 36 وضعیت نمایشی رو گذاشت، همون موقع یکی گفت چرا 36 تا 20 تا، یکی گفت چرا 20 تا 3 تا، تو عین اونو داری میگی؟ در عین حال 36 تاش مبتنی بر اون تجربیات شرقی و ایرانیه. یعنی حالا مثلا یک ورودی به 3 خروجی تو معماری ما هست، تو سینمای پلیسی هم حالا نه توی 36 وضعیت نمایشی توی فیلم مثلا حدود 20 چند تاش یا 27 8 تاش
راجع به خیانت و زنا و قتل و کشتار اینها. یعنی مثلا تو قهرمانی که میسازی نمیتونه از منفی بیاد مثبت بشه، از مثبت باشه از اول، یعنی برعکس قهرمان ما حتما منفی باشه. مثلا شما مالکوم ایکس اول مثلا یه آدم خلافکار چیزی بوده، آره مثلا باید اینجوری باشه. ما برای همین اینا نمیتونن اون روایت شرقی رو داشته باشن. مثلا برخلاف مرحوم حاتمی که داره مثلا یه مقدار این روایت‌ها، اینا نمیتونن داشته باشن. بنابراین موندن تو این ساختارهایی که براشون به وجود آورده. مثلا آقا سیدفیلد گفته باید نمیدونم فراز داشته باشی، نشید داشته باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه. یا ژانر، قواعد ژانر. بابا کی همچین حرفی رو زده؟ رفیقمون میگفت که آقا من میخوام یک فیلم کمدی بسازم، بعد تراژدی در میومد. تراژدی میخواد بسازه، کمدی در میاد. آقا جان تو باید از هاکس پرسیده بودن آقا چی میشه که تو یه بار فیلم کمدی میشه مثلا بوطلایی یا مردان رو ترجیح میدن، مردان بوطلایی رو ترجیح میدن، یه موقع گنگستری میشه مثل صورت زخمی، یه موقع وسترن میشه مثل ریو براوو. خب آقا من اصلا نمیدونم این جنگی میشه یا کمدی. من یه قصه به نظرم جالب، خوشم میاد، اینا تصویر میکشم، حالا شما میگید این جنگی شده، نمیدونم ملودرام شده، کمدی. این باید باشه. یعنی سینمای ما شده مثل اون بچه‌ای که بهش میگن تو چیکار میخوای بشی، میگه من میخوام فضانورد بشم. مثلا سینمای ما رو سوق میدن، اون جریانی که میگی سوق میده به طرف این بیسوادی. یعنی توی بیسوادی قوطه بخوره و هرچی اونا میخوان، یعنی الان فان میده. آقا اگر آقای فرهادی تو فیلمی ساختی که مهاجرای مسلمونا توی فرانسه آدمای خشن و خبیث نشون داد، ما به توی فان میدیم، میاد گذشته رو میسازه. یا مثلا فرض کن اگه فیلمی ساختی ما اینجا برعکسه، ما اینجا به فیلم‌های جایزه دادیم. من باز پایلوت فجر رو میگیرم چون قرار نبوده هر جشنواره هر کاری بکنه. فجر قرار نبود از این کارا بکنه. اما مثلا به موسیقی یک فیلمی جایزه میدن که تو دایره ضد فرهنگی ما قرار میگیره که خود کارگردان میگه من اصلا از موسیقی استفاده نکردم. یعنی اونجا به درستی پاداش میدن، اینجا پاداشاشون هم بی اعتبار کردن جشنواره است. شما جشنواره اخیر رو ببین چجوری یک جشنواره‌ای که میتونه معتبر باشه سال به سال به اعتبارش افزوده بشه. بعد از 40 چند سال برگزاری یه جوری جایزه میده، چرا که دبیرش بعدش بیاد تو تلویزیون ایران بگه که جشنواره دیگه هویتش رو از دست داده، جشنواره فجر دیگه جشنواره است، باید یه فکری بکنی از اول. یعنی حتی به این شکل نابودی برساختش هم راضی نیست اون جریان، میخواد کلا این در از یه جایی منقطع بشه و منهدم بشه. حالا ما بخوایم بحث‌های جزئی بکنیم خیلی طولانی میشه. نه من هدفم این بود که بگم این ادامه اون درگیری است. یعنی اون درگیری که اومدیم از عمق تاریخ اومدیم رسیدیم اینجا. حالا در زمینه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی اینها اینجا تعیین کننده اونایی که اولا یک تخمی رو کاشته بودن در ذهن‌ها از اون زمان قاجار تا الان و بعد حالا دارن اون تخم‌های آب میدن، هی سمپاشی میکنن، هی فلان میکنن و اینجوری دارن این جریان رو پیش میبرن. یعنی اینا همینطوری که نمیتونه خودشون اصلا ارزه ندارن، مثلا طرف اینا همینجور باد میدن با انواع مختلف. حالا یه مقدارم غیر مثلا مستقیم تر شده با همین شبکه، حالا قبل از اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای بود حالا با اینها شده پلتفرم. آره پلتفرم ها و نمیدونم مسائل مختلف مجازی و اینها که سوق میدن آدم‌ها رو به اون سمت، اذهان رو تحت اختیار خودشون میگیرن دیگه. اما چیزی که تو فیلم تلقین نولان هست در واقع دارن همون کارو میکنن، اون چیزی که میخوان میکنن در مغز. آره منظور اینه که یعنی این دومینویی که شما فرمودین هست همینطور دنباله داره از اون. یعنی اگر ما اون ریشه هاش رو نگیریم نفهمیم نمیفهمیم، فکر میکنیم مثلا خطای خودمون. آره این مدیر بره اون مدیر بیاد، یه مدیر عوض میکنیم. یا مثلا حالا چیکار کنیم، حالا مثلا جشنواره جهانی فجر چسبیده بود حالا وازش کنیم، حالا واز بچسبونیم، در حالی که کافیه دوربین رو بریم طرف هسته‌های مشاوره مدیران سینمایی سراسر طول 40 خورده سال اخیر که ببینید چقدر اینا ثابتن. یعنی هر بار مدیری میاد سال اول اینا پراکندن، آروم آروم به بهانه رفع مشکلات مدیر که گیر میکنه اینا یکی یکی میرن بهش کمک میکنن اون مشکلش رو رفع کنه، اینا به هسته مشاوره اصلی تبدیل میشن. که یه دوباره همون سیاست‌های یه دشام که مدت‌ها به اصطلاح محلشون نداشته بودن جمعشون کردن که دلشون نس آبیا. من واقعا جای اینا بودم نمیرفتم. خروجی شد اون فجری که دیدیم دیگه. یعنی وقتی اون فجر رو تدوینش کرده بودن این بنده خدا رو آوردن، این هیچ کاری نمیتونستن بکنن. من هیچ سوال بود برام
که قراره این هسته مشاوره چه چیزه، چه بقول ما چه فیلی هوا کنه. آیا قراره مثلا فرض کن مثلا فیلم اوپنهایمر رو بیاد بذاره تو جشنواره مثلا، یا فیلم اودیسه رو قبل از ساخته شدنش بذاره، چی کار قراره بکنه؟ برای من خیلی سوال بود که این همه مدیران کت و کلوف شما آوردی ردیف کردی بغل هم. یعنی این ماجراست دیگه. حالا من اون موقع چون گفتم اینو دبیر و دوستان مشخص بود تأثیرشون تأثیر مثبتی نخواهد بود اصلا من و الان شما تأثیر نداشت. جشنواره جهانی رو می‌بینید که چرا از تهران میره شیراز، چرا در یک بسته خیلی محدود رسانه‌ای، گزینشی رسانه‌ای بهش پرداخت میشه، چرا سالناش خالیه، چرا برنامه نداره، چرا یه آدمی که یه فیلم درست در زندگیش نساخته یا حداقل فیلم شاعرانه نساخته اونجا کارگاه آموزش فیلم شاعرانه برگزار میکنه. یعنی حیرت آوره، شگفت آوره، همه چیز متناقضه. دبیر جشنواره از فیلم شاعرانه اصلا شناخت نداره، هم فکر میکنه که فیلم شاعرانه توش بیان شعر بخونن. یا در ابتدای ورود اینا رو چون من به خود افراد گفتم، به رئیس سازمان سینما گفتم که اینجا میگم این که شما تا نشستین صندلیت گرم نشده یه سمینار رفتی شرکت کردی برگزار شده که چگونه از طریق سینما به غرب نزدیک بشویم. آقا ما دیگه رفتیم به غرب چسبیدیم، مگه نتیجه‌ای برای فرهنگ ما داره؟ مگه غیر از آسیب و کینه و دشمنی چیزی آورده‌ای برای ما داره؟ به جایی که بیایم بگیم آقا اشتباه کردیم، بیا کمی دوربین باید به سمت جشنواره‌های شرقی بره. هندوستان و پاکستان و مالزی و اندونزی بازار فکری، بازار فرهنگی و بازار اقتصادی ماست. این کشورهای ایران فرهنگی، تاجیکستان و ازبکستان و ترکیه و ارمنستان، اینا هم که برای ما هم آورده فرهنگی دارن، هم میتونیم از طریقشون سینما ایران رو غنی بکنیم. چطوره که دوباره نشسته باز همون مسیر مدیران دهه میانه 60 و 70 که رفتیم تو بگیم دیوار، یعنی با صورت رفتیم تو دیوار، الان داریم هزینه‌شونی دوباره همون اتفاقات. شگفت آوره. بعد اینجا یه خط فاصله بزنیم بریم تو بحث کلان در واقع جنگ فرهنگیمون. شما فرمودید که فراماسونی در واقع رانده شد از ایران. من سوالی همیشه رانده نشد، اون تشکیلات اون چنانش عوض شد. آشکارش اصلا شاکلش عوض شد. بله، چون همون موقع هم من همیشه این مثال میزنم، مثلا درباره رکنای اصلی حاکمیتی که بعد از انقلاب کاملا 100% در اختیار خودمون بوده، اما هی ما تجربه کردیم، هی خطا و آزمون کردیم تا برسیم به یک مرحله. مثل قوه قضاییه افت و خیز داشته و هی رو به رشد حرکت کرد. اما فراماسونری که از اولش پنهان بود، اون چیزی که ما میدیدیم یک شعاف قدرت بود، وگرنه هسته‌های اصلیشو که افرادش نه در ایران در کل دنیا نه افرادش رو معرفی میکنن. معروف است که میگم در پایان 33 پله 66 پله ادامه داره که نفری که 33 پله نشسته نمیدونه اون نفرات پله‌های بعدی چیه و برای کل تاریخ 33 پله در فراماسونری تعریف شده. یعنی وقتی ما حریف ساختارهای رسمی نشدیم یا به سختی شدیم بدون تعارف. حالا اینکه من متخصص حوزه قانون و قضا و عدلیه و مجلس و اینا نیستم درسته، اما یه چیزایی میتونیم ببینیم بفهمیم و سوال که حق داریم برامون پیش بیاد. حریف اینا نشیم چجوری میتونیم بگیم حریف جریانات نفوذی که به روایت تاریخ و اشاره شما سابقه حداقل 400 خورده ساله دارن، حداقل. یعنی جریان صهیونیستی که خودشون مدعی هستن سابقه 2500 ساله داره، بله، و مدعی هستن پروتکل دارن از داستان استر تا بقیه داستاناشون در این مملکت رخ داده. خوبم ما رو فریب دادن، آنچنان که تا همین 12 سال پیش مردم میرفتن تو مقبره استر تو همدان دخیل میبستن، زیارت میکردن، مردخای زیارت میکردن. یه چیز جعلی اصلا، یه چیز جعلی و حالا به ادعای پروتکل صهیونیست، این یک پروتکل تاریخی که دائم استفادهش کردن، دائم از این طریق به حاکمیت ها همچنان که به اسپانیا و در واقع پرتغال و انگلیس و نزدیک شدن، ازش نسل کشی در اومد، ازش بردهداری در اومد، همه تفکر خاستگاه جهود دیگه. همه این فعلایی که می‌بینیم، حتی فعل ریز در نسل کشی ها می‌بینیم در تاریخ خود اینا اقدام کرد و در ایران هم همون اتفاق افتاد. بارها میتونیم نتیجه شد در الفاظ تاریخی از هخامنشی که خودشون مدعی هستن تا حمله مغول، ارتباط در واقع ازدواجی که یهودی‌های خزری با مغول‌ها برقرار میکنن و به اینا اعتبار و پول اسلحه تزریق میکنن که دنیا رو به نحوی که اونا میخوان شخ بزنن. یعنی خیلی شگفت آوره و ما
منکرش بشویم امروز و بگیم آقا نه اتفاقی نیفتاد. حالا میخوام برسم به بحث جنگ فرهنگی. ما یه بخشی، یه پایلوتی در سینما رو از نحوه عمل کرده اون اتفاقات جنگ فرهنگی همینطوری گزینش کوتاه بررسی کردیم. من میخوام بگم آقا ما همه دیگه بر اساس رویکرد و اشارت و راهنمایی مقام معظم رهبری به جنگ فرهنگی باید معتقد باشیم به وقوعش، نه اینکه ما صاحبشیم. ما جزء مدافعین نیستیم تو ایران، داریم فقط دفاع میکنیم، دفاع حداقلی. اما سوال اینه، این همه سال گفتیم جنگ فرهنگی، اتاق جنگ فرهنگی کجاست؟ آقا شما اتاق جنگ فرهنگی در حال جنگی اتاق جنگ داره دیگه. یک در واقع ساختار تشکیلاتی باید داشته باشه، از لشکر و گردان و گروهان و نفر، باید فرماندهانش مشخص باشن. توی کشور ما همه چیز پراکنده است. یعنی شما یک جای واحدی حتی در موقعیت‌های تاکتیکی و استراتژیک مثل جنگ 12 روزه یک جایی نداری تو رسانه حرف واحد بزنه. نیروهای نظامی هر کدومشون 3 تا سخنگو معرفی کرد، آخرام نتیجه نداد. در واقع تاکتیکای رسانه‌ایشون ناگهانی و در لحظه برنامه‌ریزی شد، در حالی که دیگه ساختار نظامی ما توقع داشته باشیم که یک بخش فرهنگی روابطی داشته باشه. همین گفتن آتش به اختیار دیگه. بله، یعنی این با این چه بکنیم؟ با اینکه شما این همه نهاد فرهنگی موظف داری که علیه خودش داره کار میکنه. باز متناسب با بحث قبلی، شما حوزه هنری فیلم انقلابی تولید میکنه، خودش هم بیشترین سالن سینما رو در کل کشور داره. غیر از اینه دیگه دوز حاضر بز حاضر. این بلافاصله باید بره اکرام بشه. سینما مال خودت، فیلم هم 3 سال میره تو توقیف خود خواسته. هیچ دلیلی برای توقیف 2-3 تا سالن آقا فیلم مصلحت به جایی رسید که بعضی از مدیران کلان کشور میگفتن آقا این فیلم ضد قوه و ایناست. آقا میگه خود قوه کمک کرده این فیلم ساخت، چرا حوزه اینو توقیف میکنه؟ چرا فیلم‌های انقلابی به همچین سرنوشتی میرن بعد از تاریخ ضرورتشون اکرام میشن، در شرایط بعد اکرام میشن؟ همه اینها این سوال پیش میاد که آقا اتاق جنگ فرهنگی کجاست؟ شما چیزی از این منظور، شما کار استراتژیک کردی، کار راهبردی کردی، مواجه شدی با اتاق جنگ فرهنگی. جنگ فرهنگی که میگی واقعا حرف ما نیست. یعنی حالا اخیرش توی قرن 20 بزرگترین جنگ فرهنگی رو آمریکا و روسیه علیه هم کردن. بهش گفتن یه مقدار جنگ سرد فرهنگی. اسناد سالن سیاهی هم در اومد. خب اون خانم فرانسیس ساندرز هم کتاب داره، اینا دوستان برن بخونن واقعا. یعنی اینها اومدن در زمینه آقا سعید اینا خوندنش سخته. پر از اسم و اطلاعات، نمیتونی. الان ما اینایی که کتاب نمیخوان 4 صفحه‌شو نمیتونن دوباره ترجمهش هم کردیم توی روزنامه. یعنی می‌بینید که در یک پروسه 60 ساله اینها در زمینه‌های مختلف دانشگاهی، موسیقی، کتاب، تئاتر، سینما، در همه این زمینه‌ها هنرهای تجسمی آدم تولید کردن، فکر تولید کردن، کار کردن. یعنی خودشون معترفن. یعنی نه اینکه بشینن دست رو در اونم مثلا فرض کنید در آمریکایی که اصلا فرهنگ نداره. یعنی اگه بگی شوروی اون موقع آره خب میگه یا یه مثلا یه داستویفسکی داریم، بالاخره تولستوی، ماکسیم گورکی داریم، فلان داریم. آمریکا اصلا معروفه، تو همین کتابه میگه معروفه، میگن به یه آدمایی که آدامس میجون، شورولت میرونن و مثل کابوی‌های داد میکشن. اصلا فرهنگ ندارن. آمریکا خودش برای مقابله با اون شوروی میکشونه به جنگ فرهنگی. یعنی میاد تعریف میکنه. همون اتاق جنگی که میگی در سازمان CIA تعریف میشه، بودجه براش گذاشته میشه، نشریه میدن بیرون، 10 نشریه‌ای که به ظاهر چپ بودن که اینا اسامیش همه هست، آدمای چپ را استخدام میکنن، بولد میکنن، که کنگره همون سال 1946 یا 47 توی برلین کنگره آزادی فرهنگی درست میکنن و چه تشکیلاتی، چه آدمای بزرگی که ما الان ممکنه برامون تعجب انگیز باشه، مثلا جورج اورول رو برمی‌دارن کتاب براش چاپ میکنن، انتشارات پراگر، آدمای دیگه خیلی، بنیاد فارفیلد میاد دانشگاه رو گسترده میکنه، براشون چیز میکنه و همه ساختار رو میچینن. یعنی شما از کافه ها و پاتوقا شروع میکنن تو سرزمینایی که اشغال شده بعد از جنگ دوم و خودشون میگن بر اساس تجربه حداقل 200 سال گذشته ما داریم این و اتاق آمریکا تشکیل میدن. از جمله در همین کشور ما خب انجمن فرهنگی ایران آمریکا بود که هم توش به اسم کلاس زبان بود ولی توش نمایش فیلم داشتیم، موسیقی داشتیم، تئاتر داشتیم که خیلی زیاد، که حتی ساواک
یه بار سندش هست که گفته اینها دارن در پوشش کلاس زبان دارن اطلاعات جمع میکنن. ساواک اون موقعی که مثلا زیر نظر CIA است و بعد ترویج سبک زندگی خودشون. آره و موضوع فرانکلین، پروژه فرانکلین که اصلا تهاجم کتاب بود و چه ماجراهایی که اومده، هم کتابای درسی رو در اختیار گرفتن، هم مجله پیک رو در اختیار گرفتن، هم کانون پرورش فکری رو در اختیار گرفتن. یعنی اینا همش ماجرای و همچنان ما داریم تو مسیر اون حرکت میکنیم. دقیقاً به قول خودشون میگن مهندسی فرهنگی در واقع اینجاست. خب پس بوده، یعنی یه چیزی نیست که ما از خودمون در آورده باشیم. بعضیا میگن که آقا شما دچار توهمید و فلان اینا. من توصیه‌ام به اینایی که راجع به توهم و توطئه صحبت میکنن برن ریشه این توهم و توطئه اصلا کی اینو گذاشت و کی پرورش داد. من جایزه میدم. من اصلا اگه اینو بیارن از همینجا اعلام میکنم، اگه این ریشه‌شو بیارن من دیگه کلمه توهم و توطئه رو استفاده نمیکنم. بیان یه چند نفرشون بیان صحبت کنن. اصلا ریشه بگم میفهمن که خود این کلمه خودش توطئه است. اینه که این خواسته شما واقعا خواسته بر حقه. یعنی ما که ایدئولوژی داریم، انقلاب فرهنگی بوده، انقلاب فرهنگی بوده و این رو خدمتتون بگم ما همیشه در طول دوران تمدن اسلامی در حال تهاجم فرهنگی بود. همیشه، یعنی اونا در حال دفاع بودن. ما همیشه تهاجم کردیم. یعنی حداقل حالا بگیم بعد از دوران ائمه اطهار علیهم السلام، از زمان غیبت امام عصر همیشه در حال تهاجم بودیم و تهاجم فرهنگی سخت. شما ببینید دیگه زمان صفویه رو ببینید، زمان آل بویه رو ببینید، زمانهای بعد رو ببینید و اونا همیشه دفاع کردن. همیشه در مقابل اون جریان فکری مقابل ما که بگیم رقیب تمدنی ما تو همه ادوارم پیروزی به دست آورده. شما انحراف بنی امیه خیلی آشکارا در نفوذ یهود تعریف میشه. خب بنی امیه، سقوط اندلس همینطور. یعنی میگم خب ما در بلاز گستره اون جوهری جهانبینی ایرانی اسلامی خیلی نقش آفرینی مهربانانه کردیم، اما اونا هم ستیز همه اون اندلس و بنی امیه اینا میرسه به قرن 15 16 جایی که اون سه تا امپراتوری بزرگ اسلامی ما در دنیا داریم. یعنی اونجاست که اینا دیگه خطر رو جدی میبینن. یعنی همه اون جنگ هایی که داشتن به بنبست خورده و به یک برآیند اشتراک میرسن. آره ما همه چی بزنیم زمین، بریم شروع کنیم نفوذ در اون موتورهای به اصطلاح این تمدن ساز مثل اون حوزه های علمیه نفوذ کنیم اینجاها و اینا رو از کار بندازیم. به اصطلاح چی میگن، چوب بذاریم لای چرخشون. حالا ما انقلابی شده و یه رهبری بوده به اسم امام که از اول میگفته آقا جان شما اسلام رو هیچ کاری نمیخواد مثلا مبارزه مسلحانه نمیخواد بکنید، ترور شما اسلام رو آنگونه که هست بشناسونید به مردم، همه میان طرف شما. واقعا یه حرف طلاییه. یعنی چجوری اسلام در اون زمان ها رفتن، آقا همین بازرگان ها رفتن چین، اندونزی که میگی، آفریقا، اسلامو تا کجا بردن؟ همینا بودن دیگه، با نگاه سلطه‌طلبانه. آره دیگه، اصلا دلیل نداره. بعد حالا خب یه دورانی البته گذشته، دوران 200 ساله‌ای گذشته، به قول حضرت آقا میگن ایلغار فرهنگی بوده، اونا تازیدن، نابود کردن و ما در یک شرایطی هستیم. من همیشه مثال میزنم مثل معمای کاسپار هاوزر هرتزوگ. این از توی این جعبه اومده بیرون، به هم به اصطلاح جمعه، حالا میخواد باز بشه، تازه راه بیفته و هی هم بهش خوش شده. آره هی هم بهش پشت پا میزنن، هولش میدن، فلان میکنن. طبیعیه یه مقدار آزمون و خطاها و زمان آره، ولی اونجایی برای ما سواله که خود اون دست و پایی که یه مقدار چیز پیدا کرده خودشو بزنه مثلا. این بده دیگه، این خیلی بده و همون یعنی مغزه درست کار نمیکنه. یعنی اون همون اتاق جنگه وجود نداره، تحلیل نمیتونه بده که دشمن ما کجا قرار داره. یه موقع حضرت آقا گفتن تو جریان فتنه، گفتن بصیرت اونه که شما تو میدون که قرار بگیری تشخیص دشمن جلو یا عقب. یه موقعی بود اوایل جنگ که دوتا خودیا هم دیگر رو میزدن. بله. یعنی اینجوری نشه، تشخیص بدی. این تشخیص خیلی مهمه. متاسفانه این عدم تشخیصه متاسفانه بیشتر در مدیران فرهنگی است. و این باعث میشه که جبهه‌ها نتونن درست تشخیص بدن. وقتی که توی آموزش پرورش ما از اونجا شروع میشه دیگه. شما ببینید در آموزش پرورش غرب از بچگی شرک رو به اینا تو ذهنشون میکنن. فیلم بویهود ریچارد لینکلیتر رو ببینید، از بچگی آقا انشا بنویس راجع به الهه‌های یونان، ولی از بچگی به ما هم همین جوره. یعنی به ما هم شرک رو القا میکنن. یعنی
در واقع از شما شخصیت توی تا 8 سالگی میگن 80% شخصیت آدمون شکل میگیره. بعد فیلم کارتون فلان، فیلم فلان، همینجور اینها میاد بالا. بعد یه دفعه انتظار داری وقتی که اومد بالا حالا حجابا رعایت کنه. خب نمیشه که. نخل طبیعی هم بله. شما راجع به رضاخان هیچی بهش نگفتی، میخوای نگه رضاخان روحت شاد؟ خب نمیشه که. بلا نسبت دیوونه باید باشه اینو نگه. و اونهایی که الان حجاب سرشون میکنن و اونهایی که جوانهایی که واقعا یه چیزایی رو رعایت میکنن، باید به قول حضرت آقا خیلی از جوانهای قبل از انقلاب جلوترن، چون این اولا امام رو درک نکردن، ثانیا تو این حجمه عظیمن. بله. تو این حجمه عظیمه. خب اینها جدا افتاده حتی از تجربیات معاصرشون، از جنگ و از صدام. و من مثال زدم تو برنامه که برنامه قبلی هم گفتم جوون امروزی صدام نمیشناسه. آقا ببین ما چقدر غفلت کردیم. به مدیر فرهنگیمون من میگم که آقا جان، هنر مثلا هنر ماندگار چی بوده؟ مثلا نگاه کن هنر فرض کن خط ما، معماری ما، نمیدونم موسیقی ما، اونا که گذشته. ببین هنر الان کجا؟ مدیر فرهنگیمون، مدیری که سالهاست هست و خواهد بود و هست، ببین اون برای نگاه کن. سینما رو از کجا میخوای یاد بگیری؟ سینما رو باید از اونها یاد بگیری. خب وقتی تو قبله آمال مدیرمون اونجاست، یعنی همه رو سوق میده به اونجا. مدرسه‌ای که درست میکنه، دانشگاهش، کتابش، فلانش، همش مدل پاریسیه که دیگه بابا دیگه تشتش افتاده فرانسه. دشمن فرهنگی واسه مدیر فرهنگی ما تو همون رسانه ملی، اینا من همیشه گفتم مدیران فرهنگی ما کیلویی نگاه میکنن، یعنی آمار کیلویی میدن. میاد میگه که آقا ما امسال چندین سال پیش ما امسال 100 تا فیلم مثلا روز داریم، 2000 برای عید، 2000 و فلان. مگه هندونه است؟ تو داری هندونه میفروشی که همش قرمزه؟ ما شگفتا که قالبشون اصلا مهم نیست. تو مدیر فرهنگی نباید اینجوری معرفی کنی کیلویی. ما 600 کیلو فیلم به خارج صادر کردیم، ما 500 کیلو فیلم تولید کردیم. آمارا اینجوریه دیگه که آمار آقا ما حمایش برگزار کنیم، دیدی که حمایشو چقدره، که آمار بدیم ما اینقدر حمایش برگزار کردیم، اینقدر فلان شو، بودجه بگیریم. مدیر فرهنگی ما دنبال این چیزهاست. ما تو شورای پروانه نمایش مخالفت که می‌کردیم، یکی از همون اعضا میگه آقا نکنیم، ما رو برکنار میکنه. بله. میزه خیلی مهمه. بله. سفره. آره. الان شما این آفتی که ما درباره جشنواره‌های فجر و چه می‌دونم اینو گفتیم، درباره جشنواره مقاومت هم عیناً تکرار میشه. همه یعنی جشنواره سفره‌ایه که اصلا مسئله برگزار کننده حالا شما میگی سفره، نیست. من میگم دکان. ما دکان خیلی دکان. چیز دیگه. خیلی اعتبار بیشتری بهش میدید. چون حضرت امام راجع به شهید رجایی چی میگفتن؟ گفتم اون فیلم شهید رجایی هست که خونش گرفتن. بله. گفتم تو خونش بود. بعد میگفتن که خیلی اومدن گفتن خیلی بدتر از اینه. این حالا فیلم یه خورده مرتب کردن اونجا رو. مثل هر وقتی میخوان فیلم بگیرن تمیز بکنن. سفره رو گذاشتن و قابلمه و اینا. میگم خب یه همچین آدمی چیزی نداره از دست بده در مقابل قدرت‌ها. یعنی میگه آقا بیایید. به قول معروف کسی که جیبش بسته است دهنش بازه دیگه. ما هم تو اون شورا چیزی نداشتیم از دست بدیم، نه با فیلمسازی ارتباط داشتیم نه فلان، ولی خب بعضی بعد دوستان تهیه کننده بودن، ارتباط داشتن، اینا میگفتن نکنه ما فلان، نکنه فلانی بعدش بیاد. بله. نکنه فلانی. ما گفتیم نه، اون چیزی که حقه. یعنی دو بینی‌ها انقدر جدیه که بعضی اصلا تو حوزه مثلا روشنفکری یا سینمای جاری سهمی نداشتن، اما میرن تو جایگاه مدیریت میشینن، نگران آینده خودشون. میگه آقا تو قبل از اینم اونجا اعتباری بهت نمیدادن، تو رو سایت با تیر میزدن، چطوری امیدواری برگردی بری سینما تو اونجا نه سهمی داشته باشی؟ یعنی حتی دوچار دوبینی میشن. یعنی این مدیران فرهنگی متاسفانه این که بعضی حالا از فیلم سازا به حق، حالا 90% که من سواد ندارم، ولی اون 10% به حق شاکی ان از دست مدیرای فرهنگی و میگن مثلا فلان شورا نباشه. به ما توی همین رسانه ملی برای یه سریالی داشتیم راجع به حضرت امام، راز یک نقش، مثلا یک قسمتش امام در مورد عید سال 42 میگن که ما عید سال 42 رو عزای عمومی اعلام میکنیم، با اینکه دوم فروردین شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بود. میگن نه به خاطر شهادت امام جعفر صادق مثلا، بلکه به خاطر اون وقایعی که رخ داده. بعد میگفتن اینو در بیارید، اون مدیر فرهنگی اونو در بیارید. یا وقتی امام تبعید میشن، اسناد لانه جاسوسی هست که یکی از کارشناسای CIA میگه که آن پیرمردی که لای چرخ ما چوب میگذاشت ما بالاخره اینو دکش کردیم. گفتن اینو در بیارید، نگه پیرمرد. گفتم بابا اون که
سازمان سیاسی که نمیاد بگه حضرت امام خمینی. آقا ناآگاهی مهمترین این ابزار مدیر جریان نفوذه. یعنی این همه آفرین. انتخاب مدیر نالایق تصادفی نیست، از بی‌لیاقتی مردم و ساختارها نیست، این اصلا یک جریانه. مدیر نالایق میذاره که بتونه مدیریتش کنه. این مقاله رو حاج حسین شریعت مداری نوشت، خیلی جالبه این مطلب. میگه که زمان رومانی چاوشسکو تیتو زمان یوگسلاوی که خب میدونی بلوک شرق تحت سلطه شوروی بود، کاگبه میاد به تیتو میگه که آقا معاونت مأمور CIA است. این میگه نه آقا اینجوری نیست، فلان میگه هست اینا، میره اسلحه رو میذاره رو مخش، میگه تو مأمور CIA ای؟ آره هیچ جستجو میکنه چیزی ازش پیدا نمیشه، خودش اسلحه میگه تو ارتباط داری با CIA؟ میگه مأمورم ولی ارتباط ندارم. میگه بعد چه جور مأموری هستی؟ میگه آقا فقط منو گذاشتن که آدمایی که به اون پست نمیخورن بذارم اونجا و اولویت رو جابجا کنم. آره. نکته جالب، میگم من اصلا نه دستورالعمل میخوام، نه گزارش دادن، نه گزارش گرفتن. من فقط مأموریتم اینه که آدمای نالایق رو بذارم تو پست‌های حساس و اولویت‌ها رو تو جلسات جابجا کنم. اولویت مهم ببرم 10 که زیاد مهم بیارم. این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه، میگن 4 چیز یه حکومت رو ویران میکنه. 1 همین فرعی ها رو آوردن بالا، 2 اصلی ها رو به کنار گذاشتن، 3 نخبه ها رو راندن، 4 آدمای نالایق رو بیاریم سر کار. الان هر 4 تاش داره انجام میشه توسط همین مدیران. خب وقتی مدیر جریان بی سوادی توی مدیران ما برجسته است، دیگه چه انتظاری میشه داشت از بقیه جا؟ حالا ما یک جنبندی از این بخش بکنیم، بگیم آقا بر اساس همین صحبتایی که شد، بر اساس منطق عمومی که آقا مقابله کردن با این سیستم، اولویت راه حل اولویت دارش آگاهی داشتنه. تمام ترجیبند صحبت ما تو این برنامه اهمیت آگاهی داشتن و خطرات و مصائب نداشتن آگاهی. بصیرت. حالا ما می‌بینیم نهادهایی که موظفن در این آگاهی بخشی، مثل سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، حالا نهادهای فرهنگی، نهادهای بخشی از نهادهای پرچمدار دینی، اینا ظاهراً یا عملکردشون ضعیف بوده یا ترک فعلن. تعارف هم نداریم. بله. یک نهادی ما داریم که بحث رسانه است. در رسانه‌های داخلیمون بسیار رسانه رو خیلی واضح می‌بینیم که ضد جریان فرهنگی عمل می‌کنن. برخی رسانه‌ها همچنان با اصرار و با سختی دارن رو مسیر فرهنگی حرکت می‌کنن. من می‌خوام اینجا تو جایگاه یک رسانه رسمی صحبت بکنیم، بعد بفهمیم چرا این همه بهش حمله میشه. این حملاتی که به اون میشه، این وسط خب ارزان‌ترین، در دسترس ترین، دارای برد رسانه‌ای که میتونه اندیشه کنه، تحقیق کنه، امکانشو داره، میتونه کارهای فراژورنالی انجام بده، کارهای پژوهشی تو قالب محصولات جذاب مثل فیلم، سریال، برنامه، جنگ. یک رسانه صدا و سیما، یعنی رادیو تلویزیون ایرانه که تا دو دسته هر روستایی، شما همیشه مثال میزنم، میگم شما میخوای بری یه پلتفرم ببینی باید اینترنت داشته باشی، دسترسی به اینترنت داشته باشی، یه دستگاهی که وصل بشی به اون اینترنت، اون پلتفرم، هزینه اون پلتفرم رو بدی تا تازه بتونی فیلم ببینی. اما تلویزیون دیگه چند دهه است که این امکان رو تقریبا به صورت فراگیر فراهم کرد. این که حالا چه ضعفایی داره چه قوتایی، جای خودش باید بحث بشه. من مسئله‌م اینه اون جریاناتی که دارن آشفته میکنن بازارو، این آبو گلالود میکنن، دائما ماهی خودشون میگیرن. سال‌هاست که هرچه میام جلوتر پررنگ‌تر میشه. یه حجم آتش تهیه‌ای دائم روی صدا و سیمای ما دارن. وقتی بودجه میشه یه حمله‌ای که اغلب مثل بقیه دروغ پردازی‌ها مبانی آماری دقیق نداره. مثلا شما بودجه تلویزیون ایران رو با این همه شبکه متنوع و داخلی و خارجی با بودجه BBC مقایسه بکنید، با محدود شبکه خاصه BBC فارسی، با اینترنشنال که شما نهادهای جهانی، سازمان ملل به بهانه فلان بودجه رو سالانه به این بنگاه خبر پراکنی اهدا. آیا روشن نمی‌کنه که موقعیت استراتژیک و حساس این جایگاه رسانه‌ای، یعنی تلویزیون و رادیو، صدا و سیما، نه تنها برای من مخاطب چیز مهمیه، خود اون مدیرم که اونجا نشسته باید بدونه چه جایگاه سوغلجیشی رو داره مدیریت میکنه. یکم میخوام راجع به این بحران‌ها و راجع به این حملات توضیح بدیم برای مخاطبمون، یه مقدار براش رمزگشایی بشه این اندیشه اصلیش یا ریشه اصلیش کجاست. ببینید یک خورده کلی‌تر اگه بخوایم نگاه کنیم،
ببین الان موقعیتی که نظام جمهوری اسلامی در مقابل اپوزیسیونش داره یه موقعیت منحصر به فرده. یعنی مثلا زمانی بود تو سالهای اوایل انقلاب سال 60 خب جمهوری اسلامی انقلاب در مقابل مثلا یه حزبی به اسم حزب توده قرار داشت که حزب با سابقه مثلا 78 ساله تشکیلاتی میفهمیدن، تئوری داشتن، حمایت میشد از طرف قدرت‌های خارجی. یه سازمان مخوفی گروهک تروریستی مثل منافقین که به هر صورت قدرتمند بود اینجا روزانه ترور میکردن، فلان میکردن و گروه‌های دیگه. خب میگن که همیشه ما توی سینما هم داریم که هیچ وقت نقش منفی ها رو میگن ضعیف نکنید، خود نقش مثبت ها ضعیف میشه دیگه. یکی از چیزایی که متأسفانه تو سینما هست نقش منفی رو ابله میکنن اینها. یک مثبت قوی یه منفی قوی در مقابلش. اینجوری مثلا میگه من خوشم میاد. یاد من حضرت امام راجع به سپهبد رحیمی مثلا این جمله‌ای گفته بودن که اومد جلو تلویزیون حرف زده اینا. امام همیشه اتفاقا دشمنانشون رو اگر آگاه اینا بودن میگفتن، یعنی خیلی انصاف داشتن در این مورد. خردمندانش این بود که شما آره واقعا دشمن خوب خیلی ارزشمنده. آره ارزشمنده. ما الان این وضعیت الانمون خیلی، یعنی اون به اصطلاح هیمنه هایی مثل حزب توده و منافقه اینا الان خیلی چیپ شده، خیلی چیپ شده. یعنی مثلا یه شازده قرازی که اصلا خودش هم نمیخواد این کارو بکنه، این به زور دارن میچپونن، اصلا خودش هم معلومه اصلا این کاره نیست، اصلا نمیدونه کی کجا از بالای آبشار گلش داده، اصلا نمیدونه واقعا. بعد یه آدمایی که اصلا حجمن، یعنی این الان اینا خود اسرائیل و آمریکا میگن یعنی ما مصیبتشون سر این اپوزیسیونه. یه کسی جریانی نیست که روش حساب بکنن مثلا به اندازه اپسیلون، یعنی خیلی افتضاحه. هر چیزی که این اپوزیسیون به دست میاره برای تبلیغات پاس گلیه که ما میدیم. یعنی ندانم کاری ها، افتضاحات، همه اتفاقاتی که ما انجام میدیم، من مدیر، من نمیدونم مسئول انجام میده، حرفای الکی که یه دفعه فلان نماینده مجلس یه چیزی میگه اینا دست میگیرن. البته بخشش هم تصویرسازی است. آره ولی پاس گله رو میدن. یعنی آقا تو نمیخواد حرف بزنی، مجبوری، من کسی یقتو گرفته حرف بزنی. یعنی حالتی میگن که آقا مثلا طرف ببخشید بادگلو درد میکنه اونا همه مثلا روش مانور میدن. بعد اینا مشخصن دیگه، رسانه‌های زنجیری. توی رسانه ملی ما هم همینجوره. بله رسانه ملی به دلیل اینکه حاکمیتی حسابش میکنن دشمن زیاد داره، یعنی مانور میدن روی این، چه دشمن خارجی، دشمن داخلی اونایی که رسانه ملی تعبیرشون نمیگیره یا مثلا با منافعشون با اون حرفاشون در تضاد، دشمن خارجی هم که الا ماشاءالله. منتها پاس گلا رو خود رسانه ملی داره میده. یعنی خود برخی مدیرانش، برخی مسئولینش، برخی برنامه‌ها، یعنی اگر من مدیر و مسئول نیام گاف بدم، دیگه کسی ممکنه حرفی هم بزنه، حرف الکیه، میدونی بعضی حرفا حرف الکی نیست، روی بنیاد درست، حالا ممکنه پروپاگاندای الکی باشه، ولی اگه من قوی عمل کنم، ببین الان مثلا ورزش ما داره قوی عمل میکنه، مثلا غیر از فوتبال. من دیدم شما دائم استوری خیلی، چون ببین ورزش نشان دهنده جامعه سالم و پویاست که حضرت آقا اشاره کردن. یعنی شما نمیتونی با این ورزش بگی زنان ما افسردن، زنان ما عقب افتادن، جوانان ما دیگه دارن خودکشی میکنن. یعنی حرف الکیه. یعنی وقتی که شما میبینی که آقا این حجمه عظیم، به نظر من خصوصا بعد از جنگ 12 روزه این ماجرا خیلی افزود. یعنی آدم‌های به اصطلاح انرژی چند باره پیدا کردن، میرن تو میدون انگار دارن وارد میدون جنگ میشن. قبلش اینجوری نبود و این موضوع کسی نمیتونه روش انقلت بیاره، نمیتونه بگه آقا نشد. مثلا رو فوتبال چرا؟ رو فوتبال به دلیل حاشیه‌ها و مسائل مختلفش. پس اون پاس گل هم داره خود فوتبال میده بهش. اگه اونم قوی عمل کنه که نمیتونه که. یعنی رسانه ملی با قبول بودجهش چندین صدم مثلا بودجه رسانه‌های دیگه است، ولی با بودجه کم و هوشمندی و مدیریت درایت میشه عمل کرد. یعنی ما یک زمانی داشتیم 2 تا شبکه بوده، 2 شبکه هر کدوم مثلا 3-4 ساعت برنامه داشته، تاثیرش خیلی بیشتر از این 30-40 تا شبکه و n تا شبکه
مثلا این شهرستان. موقعیت خاصی بود مثلا شما ویدیو هم ممنوع بود، هیچ آره دسترسی آره، نبود، هیچ ولی به هر صورت همین مخالفانی رادیوها نبود. بود دیگه، رادیو بی بی سی بود، نمیدونم چی بود، آمریکا بود، فلان بود، همه این رادیوها بودن. تلویزیون هم مثلا هفته یه دونه فیلم سینمایی من یادم میاد مثلا جمعه. این موقع جامعه به صورت ارگانیک توی یه مسیر حرکت می‌کرد. شما صبح که بلند می‌شدی رادیو روش هم که داشت یه پیام میداد، عین پیامی که می‌رفتی مدرسه تو صبحگاه میداد، رو دیوار نوشته‌هاش همون موقع یک ساختار همگون و ارگانیک و یه اتحاد فکری ببین از وجود زمان داشت. انقلاب، از دوران مبارزه، رادیو بی بی سی جا افتاد تو این مردم. یعنی خیلی ها رادیو ایران رو ممکنه گوش میدادن، بی بی سی هم مرتب گوش مثلا میدادن. سالمنده آخر شبشون غیر از سالمنده، چون این بی بی سی جا افتاد، یعنی خودش اومد اصلا اینجوری جا بندازه، بگه من حامی انقلابم. تو دوران جنگ بود، تو دوران حتی اون فیلمی که ساختن علیه جنگ و این چیزا، اینه که با این حال به نظر، با اینکه یک دفعه تلویزیون رسانه ملی روبرو شده بود با تهی شدن کل اون سلبریتیایی که داشت، یه دفعه همه آدماش رفته بودن، تا یک شوهایی که داشت، سریالاشون، آدما، برنامه‌سازا نبودن، آدمای جدید اومدن. ولی یواش یواش همین آدمای جدید یواش یواش جا افتادن و جا باز کردن. همین آدمایی که الان می‌بینی شاخشونه میکشن، اینا از همین صدقه سر تلویزیون جمهوری اسلامی اومدن. کجا بودن اینا؟ چه بازیگرش، چه برنامه سازش. اون بازیگری که میاد تو جشنواره فجر میگه من 40 سال منو متوقف کردن، تو کجا بودی اصلا؟ تو که اون زمان اگه بودی که دم در دستشوییشون هم رات نمیدادن بلیت بفروشی دم در دستشوییشون. نه خیلی اصلا زائیده متولد و رشد پیدا کرد تلویزیون مدعی. اصلا همین تلویزیون اینها رو رشد داد، بعضی‌ها رو به ناحق، بعضیا با رانت. اینا اومدن توی جشنواره فجر جایزه گرفتن، جای دیگران رو گرفتن، بهشون فیلم دادن، پول دادن. همین ها بودن دیگه. یعنی تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی از یک شرایط صفر شروع کرد، از یک شرایط صفر خودش جا انداخت در میون مردم و برنامه‌هایی که جدید بود. یعنی دیگه اون رقص و آواز و فلان اینها نبود، داشتن این چیزای جدید میگفتن. مثلا من یادمه واقعا بچه دانشگاهی تلویزیون موقع هی تقویت میشد. یادمه اون برنامه‌ای که اون مرحوم اجرا میکرد، رو تخت رنگ میگرفت، الان اسمش اسم خدابخش الله یادم، یا یه روحانی دیگه بود، اونم به همچنین بازی با کلمات. بازی با کلمات میگه. چقدر برنامه‌ای جذاب توی یا حتی موقعیت آقای قرائتی، یعنی قرائتی کاملا مباحث قرآن دینی. یعنی مردم، من یادم، بعد یادم در اون زمان مثلا ما حالا توی خانواده مثلا میشستیم مسابقه علمی رو نگاه می‌کردیم، دیدنی ها رو نگاه می‌کردیم، ورزش مردم 20 سالی که الان نگاهش کنید ساده است، نام ها نشان ها، یعنی اینا رو کیف می‌کردیم. مثلا یا سینمای ما آن روی سکه بود، خاطر باشه. آره آن روی سکه. بعد مرحوم اکبر عالمی اومد هنر هفتم آورده. یعنی برنامه‌ها کیفیت داشت، سریال‌ها با اینکه کم بود کیفیت داشت. یعنی یادم اولین سریال داوود میرباقری، اون حکایت مسافر گمنام، بعدش رعنا، تئاترها، یعنی با کیفیت بود. ببین دیروز اتفاقا داشتیم با یکی از دوستان حرف می‌زدیم، با کیفیت زمان خودش در واقع هنوزم که آدم می‌بینه، بله بعضی یعنی می‌بینه که واقعا، یعنی هنوز من حکایت مسافر گمنام که تئاتر مال داوود میرباقری هنوز کیفیت داره، رعنا کیفیت داره. من دیروز با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، ما همیشه اون موقع ما خود 20 سال تو این همین رسانه ملی بودیم دیگه حدوداً، حالا یه موقعی کارشناس و نویسنده و بعد مستندساز اینا. به یکی میگفتم اون موقع من گفتن اضطراب آنتن، این میگفت تنوع نم رسانه‌ای بود، تنوع شبکات باید وجود داشته باشه حتی اگر بی‌کیفیت باشن. گفتم آخه بابا جان، تو مثلا یه نون خشک بربری بذار اینجا کپک زده، بگی نه تنوع بذارن، یه نون سنگک کپک زدن بذار بغلش، یه لواش کپک زدن بذار بغلش. این چه تنوعی آخه؟ تو کیفیت باید داشته باشی. آقا یه موقع حضرت آقا هم در مورد این کنفرانس‌ها و حمایش‌ها گفتن، هم در مورد فیلم‌ها اینا گفتن 2 تا تولید کنید، 2 کتاب، 3 تا کتاب، 2 تا کتاب، کیفیت داشته باشه، هنری باشه، نه اینکه حجم آقا کنفرانس راه به راه حمایش هیچی به هیچی نمیفهمه این چی اصلا هم چیزی برگزار شده نه، و توش هم راه به راه همینطور خرجای کلان، هدیه‌های کلان. این چیزایی هم برساخته نیست، مثلا بحث جدال مخاطب بره پلتفرم. خب اینا میاد در سال نوری با هم فاصله. ببین اینا میاد. ببین وقتی که تو بنیاد رو بگذاری روی یک چیزی، ببین بی بی سی حرفی میزنه دیگه، میگه ما
مثلا حالا حرفش هم مورد انقلده، دروغ نمیگیم ولی همه شیر هم نمیگیم. حالا یعنی تو وقتی که بنیادت بذاری روی چیز، مثلا فرض کن این صندلی لق بزنه، خب لق میزنه دیگه، مثلا صدا میده، بعد میاد بگی که نه این چوبش هم فلانه، اینش هم مثلا موریانه داره میخوره، ممکنه بیخود باشه دیگه، ولی اینام رو اون سوار میشه دیگه. اصلاحش هم کار سخته. خود شما بارها مقالاتی نوشته درباره جریان پایدار نفوذ مثلا جریان بهاییت در صدا و سیما. آره شما سالهای مدیریت‌های ادوار گذشته، شما هر مدیری منفعل‌تر بوده، شما می‌بینی که رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی نسبت به اون حامی میشن و رسانه‌های خارجی نسبت به اون انگار حرکتی نداره. خاطرتونه که یه سالای سریال از این کانال به اون همش ناامیدی و مریضی و یعنی شخصیت اصلی مثلا سرطان داشت، بعد متوجه زنش هم سرطان داره، بعد کارم بیکار میشد، بعد بدهی هم بالا آورد و بعد مثلا بدهکارش هم چکشو می‌ذاشتن اجرا. یعنی یک بمب یأس و ناامیدی بود که آدم میگفت چجوری میتونه یک رسانه در سرزمین ایران اینقدر که غیر از این که توی جریانات در اونجا دارن غیر محسوس کار میکنن، حالا آباد کردن اون خیلی زحمت. درسته. ببین من با ساختار صدا و سیما آشنام، یعنی زجری که ما توی این مثلا 10-20 سال کشیدیم توی اینجا سر تک تک برنامه‌ای که مثلا من به یکی میگم خود شما سر پخش آرماگدون چقدر دشواری اصلا من به یکی اینا رو میگم تعجب میکنه، میگه تو داری دروغ میگی. اصلا سر پخشش چیه؟ سر تصویبش. سر تصویب با کرام الکاتبی. حالا یه مدیر انقلابی داشت شبکه خبر، آقای زابلی زاده که هر جا از خدا نگه داره، چه مدیر گروه سیاسی آقای شیخ اکبری که اونم خداوند نگهش داره، هستن، بودن، الانم هستن. جنگیدیم واقعا، یعنی از همون 3 قسمت سریال پخش نشده بود که زیرا به سریال داشتن میزدن. بله. که یادم زمان پخشش تا آخرین سری فکر کنم 3 سری آرماگدون ساخته شد، 4 سری تا آخرین سری همین ما بعد میگشتیم مثلا آرماگدون کجا داره. آره دیگه، مثلا حتی تمدن آسمانی ما رو اومدن گفتن که آقا ما اینو باکس مثلا فرض کن نیم ساعته نداریم، 2 قسمتش کن، بعدم نشد، گفتم ما یا 12:30 شب پخش میکنیم یا صبح یا روزای تعطیل. بعد که همه خوابن. گفتم نکنیم میخوای بچه‌ها رو بترسونی نصف شب میخوای پخش کنی. یعنی من میدونم بدنه صدا و سیما خیلی مسئله داره. ما همون قسمتی که راجع به بهاییت بود من بارها گفتم که پخش نشد، یا راجع به وهابیت و اینا، ولی اصلاح این سیستم مشکله، ولی قرار بود با یه کارهای انجام بشه. یعنی قرار بود با ایجاد شبکه مثل افق این اصلاح انجام بشه. ببین من خودم اعتقاد دارم همون روشی که حضرت آقا پیگیری می‌کنه حذف نباشه. یعنی با ایجابی کار کنیم. آقا همیشه توی کاراشون حذف ندارن. همون مسئله معروفشون پیوند زدن به درخت نارک دیگه. آره، یعنی حتی مثلا در زمانی که فتنه خیلی بالاست موسوی رو حذف نمی‌کنن، خوئینیا خودش میره کنار، کروبی خودش استعفا میده، اهل حذف نیستن. حالا مثلا شما میاد فردوسی پور رو حذف می‌کنی بدتر میشه. که تو باید یک چیز ایجابی درست کنی. میگه قد تبین رشد من الغی لا اکراه فی الدین، قد تبین رشد. آقا تو این رشد رو از غی بیار تبیین کن. همون چیزی که امام گفتن اسلام بهشون به خدا مردم میان طرفت. من اینو تو نسل جوان دیدم. نه خیلی برنامه خوبم داشته که مردم هم شگفت زده شدن. بله. ببین مثلا شبکه افق قرار بود که اینجوری باشه، یعنی قرار بود یه راه رشدی رو بیاره که یواش یواش یا اونا تاثیر بگیرن یا برن به قول آیت الله دنبال کارشون. خب متاسفانه افق حل شد تو اون سیستم. یعنی قبل از اومدن چقدر نظرخواهی کردن از آدمای مختلف چی کار کنیم، ولی الان فقط استودیوهای خوبی داره. یعنی شبکه‌های دیگه میخوام برن چیز کنن، میرن تو استودیوی شبکه افق. خب یعنی میشه این کارو کرد. ببین من خیلی دشواره. ببین من یک جایی داشتم میگفتن اصلا سرافراز خیلی می‌خواست این کار جراحی رو خونبار انجام بده، چه بلایی سرش دیدی که آره متاسفانه وقتی که منافع دیگران، وقتی زمان می‌خوای بهش بدی و کندی کار انجام بدی، هزار جور آفت. وقتی که این منافع دیگران به قول یه موقع احمدی نژاد تو دوران خوبش میگفت که این نخره رو که بکشی ببین سر و صدای خیلی‌ها میاد، چون منافع دارن دیگه. خب تو نیاز نیست حالا نخره رو بکشی، بیا یه سری چیزایی درست کن که خود به خود اینا رو از سکه بندازی. ببین چیزی که الان این شبکه‌های معانده از سکه انداخت دونه دونه دارن تعطیل میشن چیه؟ اینا تاثیر نداشتن دیگه. حالا تاثیرش آنچه میگه طرف دیروز شنیدم کجا داشت میگفت من و تو بود، آها همین رئیس من و تو بود، میگفت ما هنوز نتونستیم 5000 نفر آدمو جلب کنیم، هنوز موندیم توی کار. خب اینا باعث یعنی چی؟
نه اینکه نتیجه کار رسانه ملی بوده، نه بیشتر میدان پیروز شده. آره ببین، یعنی شما هم اینترنشنال وقتی که اون در واقع سرمایه‌گذار اصلیشو از دست داد، دلیلش این سرمایه‌گذار فهمید باز دست ایران تو منطقه. آره ترامپ اومد که آقا این دو تا داره همین پول میخورن، آخه برای چی؟ اینه که رسانه ملی ببین باید از شایسته ها استفاده کنه. کسی بود توی فلان شبکه‌ای که ما جزو چیزش بودیم، اون شغلای فیلم و سریالش، میگفتن آقا این 10 سال آزاده بوده، اسیر بوده. آقا روی چشم سلام نه، آقا ما خاک پای کردیم. ولی تو رسانه‌ای نیستی به خدا. یعنی اینجوری ما نسنجیم آدم‌ها رو. این آقا مثلا فلان بوده و این بیسار بوده. مسیرهای مختلف نرفتیم هر کدومش یه آفتی داشته باشه. یعنی ما دنبال متخصص رفتیم یه جایی و اون برساختگی جریان داخلی. من میگم تو آموزش پرورش ما مطلعیم که کتاب‌های درسی و جریان فکری بهاییت نوشته. پس چرا هنوز داریم بابا آب داد و به خاطر بابا نان داد؟ در حالی که شما قابوس‌نامه رو بخونی میفهمی جایگاه پدر در فرهنگ چقدر جایگاه بالایی. حضرت آقا میگن ما صندوق پرداخت نیست که فقط نام بده. چندین سال این چشم‌انداز آموزش پرورش چند بار گفتن. بله. چند بار گفتن. دیگه چرا به خروجی نمیرسه چشم‌انداز؟ دیگه از این بالاتر. یعنی شما میبینی که واقعا یه موقع آقای طالقانی در مورد شورا میگفتن امام دستور میدن، ما فریاد میزنیم دولت تصمیم میکنه انجام نمیشه. بله. بدنه. آره یعنی باید رو اینا همون آگاهیه که شما فرمودی. اصل آگاهی. آقا به خدا این نسل جوان اگه آگاه بشن، من به همه دوستان میگم آقا هر کس یه رسانه است. آقا بگید، آگاه کنه، هر کس بیاد تو همین صفحه اینستا با همین سانسوراش یه صفحه را بندازه. تو تلگرام، تو واتساپ گروه را بندازه، بگید اینها رو. و جوابم داده. ما در واقع جوابش هیچ وقت وقتی آخه خیلی عجیبه، وقتی مثلا تلگرام در ایران فیلتر شد، وقتی بود که بچهای انقلابی رو تلگرام سوار شده بودن. تا قبل از اون هیچ کس درباره فیلتر تلگرام حرف نمیزد. وقتی ما مثلا جریان سوار شد آگاهی بخشیم کرد، ناگهان منقضی. بعد فیلتر برای کیه؟ برای ماست. اونایی دیگه که همه میرن یا میخرن یا میگیرن اینا. حالا ممکنه بعضی ما بگیم آقا نه مثلا مشکل شرعی داره که حالا میگن نداره یا فلان اینا. ولی چرا یه همچین اینا برخورده حذفیه دیگه. شما تو کلاسای نقدتون، تو کلاسای در واقع موضوعیتون، جریان شناسی دیدین جوونا وقتی که آگاه میشن جهان بینیشون عوض میشه تو 2 جلسه 3 جلسه. تغییر میکنه. شما وقتی بخوای حذف کنی، سانسور کنی، ببری، بدتر میکنی کارو. وقتی بگی این نباشه. من یکی از مادرایی که توی همین جلسات مادرای 2 تا بچه بود، میگفت چه کارتونایی نشون بدیم به نظر شما بهتره؟ گفتم ما میتونیم پیشنهاد بدیم ولی نمیتونیم بگیم نه. مثلا اینو نبین. میبینه. ما سعی کنیم بچه‌هامون رو واکسینه کنیم، سعی کنیم با آگاهشون کنیم. ببینه. نمیتونیم تو بگی نبین. بگی نبین بدتره. ببینه ولی با مگر اینکه خیلی ضد اخلاقی باشه. حالا مسیرام رفتیم، الان اول جلسه درباره همین موضوعات صحبت کردیم. انقدر او جریان مقابل بی‌پروا، بگیم بی‌حیا، که همه یعنی تمامیت خواهه. اگه شما هر جوری بهش مسیر میدی، اولا زیر ساختار همین قضیه سانسور. خب اروپا هم تا دهه 70 مثل ما سانسور میکرد. الان هم میکنه، مگه نمیکنه؟ اما از طریق قانون، از طریق الان از طریق بی‌قانونی میکنه. دولت‌ها پاشون میشه. آره اون بخش در واقع اعمال حاکمیتیشون که جدا میگه. مثلا تو حوزه سینما نمیره مواجهه بشه با مجوز دادن که بی اعتبارم میشه، ندادن که میذاره قانونی گذاشته کمپانی مثل مدیر مسئول روزنامه مسئول تولیداتشه، سالن تئاتر سالندار تئاتر مسئول نمایشی که میره اونجا نمایش، اگر شکایتی بشه میره تو پروسه تاریخ قانونی. اصلا قانون نمیخواد تو یک فیلمی همچین حذف میشه که تو اصلا فکر میکنی اصلا تولید نشده. بله. مثلا همین پارسال که فیلم مثلا پولانسکی رو هر کی میگفت این فیلم پالاس، میگفت کدوم کی؟ اونایی که خیلی بودن توی جریان فیلم های رو اصلا جوری حذف میکنن که اصلا هیچ کس خود یارو هم فکر میکنه نساخته اصلا همچین فیلم. اون چیزی که از قوانین در رفته. آره دیگه. ببین یعنی اینا همونطوری که شما میگی نمیان بگن نساز، مثلا نمیگن که آقا توقیف او بساز فلان، ولی جوری حذفش میکنن. یه بار ماجرای یک کتابی جیمی کارتر داد به اسم فلسطین صلح نه آپارتاید. بعد این قضیه خیلی به صهیونیست‌ها برخورد. کی نوشته؟ جیمی کارتری که
اومد دست مناخیم بگینه گذاشت دست سادات. چنان به قول اینا میرشایمر، این دو نفر استیون والت و میرشایمر کتاب دارن که خودشون هم یهودیان، گفتن چنان این رو به چارمیخ کشیدن که مسیح رو نکشیده بودن به صلیب. نه اینکه بیان مثلا بگیرنش، حکم برای صادر، نه، دفترش تعطیل شد، آدماش رفتن. آقا اینجا تو جمهوری اسلامی ایران شما رو یه جوری به چارمیخ میکشیدن که مسیح رو به چارمیخ نکشیدن. شما مواجه نشدی بارا و بارا. ما رو این کلا میکنن، ولی اونایی که باید بکنن اونا نه. اونا یه دونه حکم براشون میدن که تازه از خداشه. میگه آقا به من حکم بدید تو رو خدا. آپشن شده. یعنی ماجرا اینجوریه. یعنی اینکه متاسفانه ما دوچار یک دوستان ناآگاهیم دیگه و دشمنان آگاه و اینها با هم دیگه وقتی جمع بشه خیلی بد چیزی میشه دیگه متاسفانه. و راه حلش هم آگاهی دادنه. آگاهی، فقط آگاهی. و البته ببین آگاهی ممکنه ما دستمون بسته باشه، تعدادمون قلیل باشه، ولی خدا کمک میکنه دیگه. میگه که آقا شما حرکت کن، من میام بدانم. برکتشه که من اینو دیدم. بله. یعنی ببین ما اون راز آرماگدون رو توی مثلا بگم توی سولدونی ما مونتاژ کردیم با مثلا مدیا استودیو که مثلا 4 تا افکت داره، با یه نفری که روزا میرفت شهرداری، آخر شب میومد چرت میزد توی جایی که اصلا سرد، اینا اصلا فکرشو نمی‌کردیم که این مثلا بگیر و فلان. بعد یه دفعه بعد داشتن زیرابش هم میزدن و میگفتن که آقا این به درد نمیخوره. یه دفعه دیدیم آقا توی دنیا مثلا دارن فلان. یعنی اونجایی که خدا بخواد ببره میبره. اصلا نگاه نمیکنه. تو بعدیا اینجوری نشد. جالب با امکانات زیاده اینا. یعنی اصلا مسئله امکانات نیست. به خدا تو گفتی مال بودجه کم، اصلا بودجه و اینا مهم نیست. یعنی تو نیتت خالص باشه، نیت طرف. آقا حفظ نیت خالص مثلا در دهه 60 کاری بسیار شاید آسان‌تر از امروز بود. امروز خاطرتون باشه تو رسانه هم هر وقت لطف داشتی و همکاری میکردی، حرف من همین بود. گفتم آقا ما یه مطلبی رو منتشر میکنیم که به وقتش به گوش اهلش تو این بیابانی که وجود داره برسه. حالا اگر برسه ما کارو می‌کردیم دیگه، اون برکت خدا. و اینکه تو حرکت تو بکن، یا حتی حرکت هم نکنی یا بخوای حرکت کنی. میگه والذین جاهدوا فینا، تو بخوای حرکت کنی. یعنی ما که همیشه میگیم که آقا توی آیت الکرسی میگیم آقا ما نمیتونیم این کارو بکنیم، والله سمیع علیم. تو میدونی یا میشنوی. تو ما رو از ظلمت میکشونی طرف نور و از نور به طرف ظلمت کشیده میشیم اگه به تو توجه نکنیم. خب پس ما حداقل بخوایم که حرکت کنیم. میگیم خدایا ما بخوایم. متأسفانه این خواسته نیست. همینه که میگن حضرت حجت واقعا اگه بخوان ظهور پیدا میکنن. بله. اینه که به نظر من اگه این خواست به وجود بیاد در دل آدم‌ها و این بصیرته که ما مخور نباشیم، بگیم آقا بالاخره اونا فلان، آقا بالاخره باید اون و ما بریم بالاخره فلان کنیم، بالاخره بیسار کنیم. حضرت امام یه سخنرانی یه صحبتی دارن، اینا مرحوم سردار محمدزاده همیشه به ما میگفت، مینوشت پشت کتاب برای ما نوشته، میگه امام میفرمایند که اگر میشد یک زمانی دیواری بین خودمون رو غرب بکشیم میکشیدیم، اون ترقیاتشون هم مال خودشون نخواستیم. و اینو حضرت آقا یه جا میگن. حضرت آقا میگن که آقا این تمدن اسلامی تو سخنرانیشون راجع به امام جعفر صادق سال 53، این تمدن اسلامی با این همه ترقیات چرا هیچی نشد؟ چرا به جایی نرسید؟ چون حکومت امام صادق برقرار نشد. اصلا اون چیزا نبود. اگه حکومت امام صادق بود ما به اون چیزا میرسیدیم. یعنی این ماجرا هستش. یعنی ما بتونیم این حرکت باشه و هست. یعنی در طول زمان من هر جا یک جهشی، یک ترقی، یک اتفاقی، یک زیرساخت ایجاد شده، نه فقط این 40-50 ساله، شما دقت بکنید جنبش‌های فردی هم با همین انگیزه‌ها، از جنبش‌های ضد استعماری، جنبش‌های ضد بیگانگی در ایران، افرادی هستند که فقط نیتشون اینطوری. ببین مثلا امام وقتی که شروع کردن یا در وسط سال 49، ببین آیت الله سعیدی که اون چنان زیر شکنجه شهید شد، به امام می‌نویسن که حضرت آقا، حاج آقا، اون موقع گفتن حاج آقا، همه رفتن، همه سنگرا رو ول کردن. اون داره میگه چیکار کنیم؟ الان دیگه فقط آمریکا هم روبرو شماست، اون قضیه سرمایه‌گذارا. امام میگه ببین سعیدی، اگه انس و جن هم یه طرف باشن،
و من بفهمم حرفم حقه، من همون حرفو میزنم. این حرفه. یعنی اینکه زود ما کمیم، بترسیم مثلا آقا همه اونورن. دیدی هم که همه بله. هیچن دیگه، همه اونورن، بله. هیچکی اینور بله. نیست. و صد البته دوباره تاکید میکنم تو دوران فتنه این کار بسیار بسیار سخته. یعنی شما دچار دو بینی چند بینی میشید. آره دیگه. شاید حالا لطفا خدا کردید کنه شما آدم دچار فتنه نشه. یعنی این گرد و غباری که توی بله. فضا هست و اگه آدما دلشون رو بدن به خدا، واقعا این فتنه میگه که تقوا داشته باشی، تمیز چیز تمیز فرقان پیدا میکنی. بله. خیلی لطف کردین و تشریف آوردین. واقعیت اینه که نیت ما از تولید همین برنامه هنگ شو که در واقع هنگ فرهنگه، یعنی افرادی که در قوام و دوام موهبت الهی، فر الهی که میتونه بخش عمدهش هنر باشه، خوشنویسی، این حنجره‌ای که آوای خوش ازش در میاد، آدم با سلیقه‌ای که فیلمی میسازه، تئاتر میسازه، اینها خلق اثر میکنن، فرهنگ رو تقویت میکنن. اما اون کسایی که زحمت میکشن برای عمق دادن و جلا دادن به این جایگاه، معمولا هم دیده نمیشن، ستاره‌های پنهان آسمان فرهنگ و هنر هستن. برای همین این هنگ فرهنگ رو ما خدا خیرتون چون تا بده. چشم کار میکرد میدیدیم برنامه‌های فضای مجازی با شوخی‌های جنسی و رکیک و یا لطایف غیر اخلاقی دارن مخاطب جمع میکنن و پول در میارن. این پول در آوردن بهانه میشه که تو اون در واقع وضعیتشون بیشتر فرو برن. گفتیم همه برآیند نیروها مخالف ما بود. آقا این بحثا خریدار نداره، نمیگیره. ما گفتیم وظیفمونه که اینا رو مطرح بکنیم. تجربه هم نشون داده که مخصوصا نسل جوان آتش داره برای آگاهی، آتش داره برای شناخت بهتر فرهنگ، زوایای مختلفش، که حالا ان شاءالله به برکت لطف و رحمت الهی نتیجه مطلوب به دست بیاد. خیلی زحمت کشیدیم. ما در پایان برنامه میخوایم که زحمت بکشید تجربه خودتون رو از حضور در برنامه توی دفتر یادگاری برای ما ثبت بکنید. به نام خدا، لحظات قابل تأملی بود در کنار دوست و رفیق قدیمی که به نوعی تجربیات گذشته و مشترک رو مرور کنیم و به نتایج تازه برسیم. انشاءالله این نتایج آنطور که باید تأثیر بگذارد و در مسیری که رضای خداست به کار افتد. با احترام. خیلی متشکرم. لطف کردین. روز خوش به شما میگم. مخاطبین برنامه ممنون که ما رو دنبال میکنین و تماشا میکنین. افتخاری است برای ماست و خدا نگهدار. اون یادگاری ماست به شما.